یک چیز ما فکر نمیکنیم، روح ای جون فرق نمیکنیم. کمبودی اساسی ما همین هست که روح ای جون فرق نمیکنیم. غیر آن جانی که در گاو و خر است، آدمی رو روح جان دیگر است. او حضرت ملک الموت قابض ارواح های، روح قبض میکنه. این جان رنگی نمی توک های، الکتریسکی توک. این دیده بسیده که کشتی مرد تمام. آنمی جان نمی خیلی. دل کار کردسته، خون هر ستیله کردسته، بدن کار میکنه. اما روح دیگه های. روح رنگی فلش در تلفن. جداگونه های. روح اول در بدن آدم نیست. وقتی در شکم مادر 120 روزه شد، بعد به امر پروردگار هم روح دمیده میشه در بدنش. میفهمید؟ امام غزالی همین را چی میکنه؟ میگه که هم مردم اصلا بگه این بدن یک چرپای سواری برای هم روح های. اصل انسان روح های. همه همین حیثیاتی که داریم کو، حیثیاتی بویدن، دیدن، چشیدن، شنیدن، قپیدن، همه همین خدمت روح هم میکنه. همین 5 کانال اینفورماسیون را جمع میکنیم، روح بوی میگردونیم. دیده آدم میبره بدنش میپوسه، نه که روح نمیبره، او روح هست. انا ملک الموت خوبیزی ارواح روح ها را قبض میکنه. روح در کی میشوه؟ از مخلوقات خدا. روح در ملائکه میشوه. ملائکه اصلا روحانی های. روح انا در جن ها میشوه و در انسان ها. یه دیگه گاو و خر این حیوان ها ندارن یا روح ندارن. همون جان نه فقط در حیوان ها، در رستنی ها هم هست. همون جان داره که سبز میشوه و میوه میته و میده و هم نیستی؟ اگر همون که نباشه خشک میشود، هضم میشود میروه. همه همین نباتات، حیوانات همه جان دارن. جان قبض نمیشود. جان مهلت که اومد میبریم میروه. اما روح قبض میشود. روح به عالم ارواح میروه. یا هم دیگر فرق میکنن. همین یک خدا حفظ کنه. از آنجا با یک سوال دیگه یک برادر پرسید، و یک چند حیوانی که داخل جنت میشه و همین درسته؟ با مانند سگ اصحاب کهف، با مانند اشتری نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم، با مانند مقصد گوسفند حضرت ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل همین سوال پرسیدم. انا چند حیوانی که در جنت مقصد داخل میشه. بعضی حیوانایی هستن که روخل داخل جنت میشن. این مثلا همین سگ اصحاب کهف که گفته جای خلاف نداره. سگ اصحاب کهف روز چند پای مردم گرفته، مردم شد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. انا نه که این مسئله. بعد شتر صالح علیه السلام اصلا خداوند خلقش کرده بود برای هم مردم هم مقصد او را میدروید. خشخوری مقصد کبشی حضرت ابراهیم خلیل، او مقصد که ذبیحه و ایوازی حضرت اسماعیل های. بعضی چیزهای دیگر هم در نمیجا خوش کرده گیان. حتی دلدلی محمد صلی الله علیه و سلم هم خوش کرده گیان. اولی در 1001 شب یک قصه کنیز بی‌نظیر، همون در وقت بحثش یک کنیزک بود است بسیار مسود. از جمله همین طریق سوالاش میتونن که حیوانایی که داخل جنت میروند کدام‌اند و یک نمبر میکنه. در ضمن دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میگه. اگه بعضیش جنتی ان انشالله جنت میروند، بعضی دیگر شب بعدا مردم گرفتن در قطار یا کش کردن. والله اعلم، خدا خودش داناست. اگه مقصد که او سگ اصحاب کهف قصهش در قرآن اومده است، همه شنیده میدونه. خب شتری حضرت صالح در قرآن اومده گیه، همین سوره و شمسی و زحاده اومده گیه. قشقوری حضرت ابراهیم خلیل در قرآن اومده گیه. ذبح عظیم میگن فرشته در قبال حضرت اسماعیل علیه السلام. ذبح عظیم. خب بعضی ها خری حضرت عیسی را میدونن اینجا. آنها در قرآن است. اینا دلدلی محمد صلی الله علیه و سلم هم میدوزن. اینا در قرآن است. دلدل اصلا خشیره. ما مایده بودیم، خدا رحمت کنه مسافری پدرمون دلدل میگفت اسبای. اسب نبود است، خشیر بود است. ایران مقوقیس حاکم مصر
وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم مکتوب می‌نویسه و به اسلام دعوتش میکنه آدمی با عقل‌تر که است دعوا و جنجال نمیکنه و در عوض برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند هدیه میفرسته. از جمله یک خچیر میفرسته با نام دلدل. حضرت خودش را نام کرده دلدل. خچیر سفیدی سربریستی بوده، نقره رنگ. انا حضرت در بالای همون سواری را دوست می‌داشت، بسیار سوارش میشید. بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفت به عالم باقی رفت، خچیر در دست حضرت علی افتید. این میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای گفته دیگه او خچیر سوار نمیشه حضرت علی. نگهبینش میکرد، خدمتش میکرد. میگه بسیار خوب نگهبینش میکرد. وقتی که سالهای طولانی در دست حضرت علی به دست آورد. تصور کنید که 2 سال و 3 ماه خلافت حضرت ابوبکر صدیق، 10 سال خلافت حضرت عمر، 12 سال خلافت حضرت عثمان، حالا که خودش 24 25 شد. با قریب 5 سال خلافت خودش همین خچیر در دست شده است. دیگه مسافت شده ای، پیری بد شده، پیری فرتود. وقتی که حضرت علی به شهادت رسید، همین دلدله پسر عمک حضرت علی عبدالله ابن جعفر گرفت. میراث پیغمبر ای گفته محبت مسلمانان را ببینه. همین میگه دیگه خچیر کور شده بود، راه گشته نمیتونست است. همین عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهما ثروتمندترین مردی همون عصر زمان بود، بایترین بود، به نهایت بای بود است. اگه تصور کنه که از فرط محبت در درون اوغرک این همی بادام و چهارمغز و همین را میکتیده است، میده میکرده است، کفی دستش قطعی همون خچیر هم میخوانده است. در دستی حضرت عبدالله ابن جعفر همون خچیر مرد. شاید همین خاطر باشه ایو هم گرفتن در حیوانات جنتی داخل کردن، در صورتی که ایو نیستن. نه که به هر وجه صورت مقصد که انا چیزی که بناسی صریح شرعی ثابت نباشه ما هیچ گفته نمیتونیم. حضرت درباره سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه درباره فرض‌هاشون یا فرض‌های خداوند یا روشنی می‌دادیم. ماشاءالله. بعضی آدم‌ها هستن ممکن ندونن فرض رو، ممکن فرض بدونن ترکش کنن. مقصد میشه حالتی که دستی بسیار هستم تری مسلمانه که فرض خدا را خشویا داخل می‌کنه. نه میشه حالتی که قضاش میکنه، چی به قضاش میکنه، باید قضاش نکنه، فرمان خدا رو بکنه و بعد کارش رو بکنه. یک پا درسته نه که این موضوع صلات بسیار درسته جمعه. من یادم است در نمازهای جمعه هر کدومش یک جمعه میشه. فضیلت جماعت یک جمعه، فضیلت جماعت حکم تاریک الجماعه. یعنی خودش یک جمعه شی. مثلا انا وقتی نماز، این همه اذان و قامت وقتی نماز یک جمعه شی. یا حتی اذان و قامت نمی خودش توقع یک جمعه شیده بود. برای همین بسیار یک موضوع مرکبه، اما یک چیز فراموش نکنید بچه‌ها که نماز راز و نیازی بنده به الله هست. همیشه در یاد تو بگیرید ساعت نماز ساعت قبول پروردگار است. در یک مجلس دیر که قاورته میکنن. اما ساعت نماز ساعت قبول خداوند است. خداوند دعوت کرده است. همون معزین از نام الله دعوت میکنه حی علی الصلاه، بیا به نماز، حی علی الفلاح، بیا بر رستگاری. وای وای به حال کسی که اجابت نمیکنه دعوت پروردگار. بسیار مزمینه یک کار. تارک الصلات حکمش به نهایت سخت است. از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت هست، میگه که ذکر نبی صلی الله علیه و سلم الصلات ذات یوم. حضرت یک روز میگه ذکر نماز کرد، قال من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. حضرت گفت هر کسی که نماز محافظت میکنه، نماز در وقتش میخونه، این نماز فردا روز قیامت برای او را نور میشود، حجت دلیل برای مسلمان بودنش میشود و سبب نجاتش از آتش جهنم میگردد. و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا.
هر کسی که محافظتش نمیکنه، هر کسی نماز قضا میکنه، هر کسی که نماز نمیخونه، فردا روز قیامت میآید این نه نور داره، به نور نمیشه فردا روز قیامت. ای بوله پول سیروت میگذاریم که او از ظلمت های پیش پوت نمیبینی، نور که نداشته باشی در یک پولی که از مو باریکتر از تخت تیستر چل میره. مسلمانی هسته که در هم بروی پول سیروت نورش رنگی پراژکتره، نورش حتی آتش جهنم خیره میکنه. هست مسلمانی که هم یک فنری گوری رفته است نورش، یا به چرویش بده است که همه وقتی هم قدم زدنده همین چلیکی نرچلیک یک گریون میشه دست کم ترک پوش همه مورده است، در هم بومه مورده است با تریکوی کتا اسکی وری بومه مورده است. وقتی که مرد مگر هم قرار بسته، برای اگر قرار نبسته حرکت کنه میغلطه. آن همه میگه علاوی جهنم اینه پهلوش او میکنه دو فیقان کرده که خدا خودش دونای در چند مدت به یک عذابوی میگذره. هستن آدمو همون مؤمنا و کسایی که ایمان دارن، نگی تقوا ندارن، عمل ندارن، همینجا سرکی غلطیدن میگیرن. خدا خودش دانایی که با او در دوزخ چند خمیستن. البته آخر الامر نجات مییابه مؤمن، کسی در دلش مقداری ذره ایمان داشته باشه نجات مییابه. نه که الله دانایی که چند خمیسته اونجا، شاید میلیون سال بسته به حساب این دنیا. پس فرد روز قیامت نه نور داره یادم میگه، نه حجت دلیل داره و نه یگون وسیله خلاصی از آتش جهنم. لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع قارون او فرعون او هامان او ابی بن خلف. در یک روایت وقتی اومده همه حرف عطفی و اوقدی. و همه آدم میگه فرد روز قیامت یا همنشین قارون میخیزه، یا همنشین فرعون میخیزه، یا همنشین هامان، این هامان وزیر همی فرعون بود، یا همنشین ابی بن خلف. اگه قارون هم میدونه، قارون هم خیش تباری حضرت موسی بر روایت حتی پسر عمکش که بدبخت برای مال شده خیانت کرد و در غضب خدا گرفتار شد، زمین فروش کشید قطعی مال و حالش. فرعون هم میدونه، فرعون هم دشمنی پروردگار که دعوای خدایی کرده، با حضرت موسی دشمنی کرد. هامان وزیر بدبخت یعنی فرعون همون شخصی که فرعون وادار کرد که دعوای خدایی کنه. با همین کثافتی همین فرعون دعوای خدایی کرده است. یعنی عذاب این هامان عذاب فرعون زیادتر کرد. شاید این بین همین ابی ابن خلف نشناسن مردم که کی است. ابی ابن خلف یکی از اشراف قریش بود، یک تاجر بود، دشمن بی‌نهایت سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت در جنگ احد عموما در حیاتش هم یک آدم کشته زد. آن همین ابی ابن خلف. این بدبخت اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم، گفتم بدبخت همین به همین نیت همین قتل حضرت که حرکت میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سعد ابن ابی وقاص زینید بود است، تیر میزد است، خودش میگیره یک نیزه رو همین سری دست میزنش و میگه بالا اسب میغلطه دیگه. همین دو رفیقان بعد دیگه میکنن اما حضرت میگه تو مرده کی زنک و بیشون اولا نگه، میگه به خدا قسم همین زخم مرا زدن کو اگر همه لشکر تو ده همین زخم تقسیم کنن همه دای در درنج همین بری. خدای الهی همه حرکت کردن در سرک اولی سرشوی حرکت مرد همین بدبخت. یعنی کسی که همین نماز رو نمیخونه همنشین این همین تویفون میشه در یک کامره قطعی همین میره. برای این نماز جدی های بچه ها، نماز جدی بگیره. نماز فرض خدا های، نماز روز نیاز به الله های. یکی نماز خون با پروردگار مناجات میکنه. لو علم المصلی من یناجی ملتفت بشی. اگر نماز خون میدونست که با کی مناجات میکنه، با کی گپ زده است، کی گوشش کرده است، همین دنیا زیر زبر شود دیگه وقت چیز اهمیت نمیده. دیگه عقل فراست نداره و چیز رو درک کردن نمیتونه باشه. سبحان الله. برای این نماز جدی بگیره. همه چیز گذرانده های، همه چیزش عاقبتش پشیمانی داره. غیر همین روزه و نماز طاعت عبادت پروردگار که این توشه سفر دای. همین آدمی که نماز داره، روزه داره، برای اینا مردن هم سبک میدونه.
اینا در سکرات هم که غلطید انشالله میگم من قطیب توشه دارم های به حال او کسی که نماز نخونه او هیچ دیگه نداره آخی خداوند از فسق فساد از بینمازی و از ترک روزه و از عملهای غیر مشروع جمعیت ما را حفظ کنه آمین تو ضروریوم می اولش که وقتی نماز 5 minut و 10 minut بیسته یگو نماز دویمش که اختیاری ماشین در دست خطای لوبوی گردش در تو میخره میخونم حتی اگر مردم مسلمان هم باور کنه ولی همه هرچی میگیم این همین لبی راه در بیست در پشت ماشین جای نماز فرد نماز بخونه یک از کار نمیکنه همین مایل باشه جای نماز خونی بسیار رای وقتی اگر اختیار در دست خودت نباشه общественный ترانسپورت باشه یا در اون ترانسپورت خودت کی رفتی در یک مثلا پروبکا غلطیدی امکانی برمدن نیست اونجا ماشین مونده فرماده نشوه آن همین حالت ها به حکم ضرورت در آخری وقت نماز خونده میشه و با ایمو اشاره نه که وقتی اختیار در دست خطای وقت هست باید نماز بخونی خشوع وقتی که با در دوری نماز خوندی چندین فرض ترک میشه این رکوع ترک میشه و سجده ترک میشه همین کوشش کنی که همین نماز جدی بگیری بچه اگر جدی بگیری وقت میوی شرایط میوی نه که همین جدی بگیری خیلی میشه و ایتاری هم نیست ایسا با ما یک کس گفت که دوملو من در باشینی کران کار میکنم همون بولو در نماز من با ایمو شورا میخونم تیمم میکنم با ایمو شورا میخونم من گفتم اگر یکی برای ایو رسته پیشا بگیره این بولو میپرونی نمیفرم برای حاجت خونه کو میفروی اگه برای نماز فرض الهی نمیفروی اگه تو زور غیرت کنی در اون جای کارت پیشین عصر میخونی آخی همین دو نماز ای با نمیدونی تو دانو خدا او در تاب دسته خیلی بلنده ای کو او خیلی بلنده ای همین زور باشه چنین ایتاجه ای همین دین ایج بردن بود 8 ایتاج دست تو 8 ایتاج برماده او دموی تری واز بین آخی اگر به شرط همت باشه کو به خدا قسم جای افت میشه همین ما استودیم بده در این همین جزیره همین طلبای جزیره ما آخی همین جزیره را وقتی هوی کردن ما کورسیده بودیم همین اول با فاکولته که همین جزیره رفته است فاکولته ما بود فاکولته شرق شناسی این همین لنگافونی کابینت ها بود بعضی اودیتوریوی خالی بود همین وقتی میدیدیم که تری نماز قضا میشه کو بعضا دیر ترک میشید درسو خب دماغ همونجا میرفتیم میخوندیم یک کس اتاس همه ایستاد در وقتی مکروهیش هم که میخونی وقتی بخون قضا نکن برای قضا کردن نماز گناه کبیره های با این نماز آخه این نماز مطلقه یک نور داره یا صفا داره حتی این همین نمازی را که با مستحب میخونن کو اگر به شرطی که مانع آب انسان باشه اینا یک ماه گرفتن حبست کردن نمیمونند که اوقاتی طهارت کنی تو مستحب میکنی نماز میخونی ها ایام زندان که برمادی یا ماه نماز تا قضا میخونی برای که مانع تو انسان شدگی های اگر هم یک کاری طبیعی باشه کسل شدی یا هم او نباشه این حالتو دا اشکال نداره میشه مثلا تیمم کردی خوندی به همون خلاص نه که اگر مانع تو انسان شوه همون رو اکثری نه همه همون نماز رو طهارت میکنی بود همش قضایی میخونی او یک کاری جدیه بچه میگم که نماز فرمان خدا های ساعت قبول الله های وقتی ساعت قبول الله رسید دیگه همه باید دم بگیره تمام نماز باید ادا شود خدای مراسم حج یا مسافر تای ترسی در کاریدور گشته است با ترسی کوی سویتسکی بود کو کابوتاک سیاحت تاریخ یا حجی ایت گارانگیت چکو کردشتی او میگه خوب میرم با خوب میرای تای ترسی میگردی تای ترسی خوب میرای من میگه عادت نکردم با باشین و با ایزو خوب کردن نمیتونم میخونه با تو حجی شیدای اوخه مردم هم در هم اروپا را در شب با لباس شبونه دارن اوخه پیژامه میپوشن ایزولا میکشید نمیفهمن یا خیلی بچورا همجا نوشتگیه که همین مرد زنش از نظر شرعی نیست طلاق کرد نوشتگیه همین تری من خودم دیدم همین پونگ در همه حلنامه هسته و وقت امضا میکنه تو در تاش این طلاقی کتبی میشوه این علاقه طلاق شده است کارش نبود که کردن مقصد
بعد نیکو کنن خام بعد هم گرفتن حلنامه سودی ای سرینا بله بله بعد یعنی حلنامه سود گرفتن تو انا حلنامه سود امضا نکنه طلاق نمیشود همونجا که که طلاق میشود بله بله خداوند حفظت کنه پروردگار از جمیع بلا و گزندان نگهبانت باشه و صاحب نبیروهای خوب صالحت کنه سلام علیکم بعد آقا بسیار شد همون جداکریش برای چیه؟ اینجا نکاح اجدا میکنن بعد اونجا میرون یا مقصد که خلصتوی هم بزن میگیرن اون کامپیره که اروس هم میگیرن برای گرجدن است با حضرت بیان باید نکاح کنم باید همسر ایجا اگر در همه جا رفتنی باشه اول رفته باشه حلنامه سود گیری اول نکاح کنه ببره باقی بله اگر همونجا باشه همونجا که باشه یک آدم وکیل میکنه در اینجا یک آدم وکیل میکنه مثلا پدرش یا برادرش او با وکالت همه نفسی همون چرا قبول میکنه برای که نکاح با تلفن نمیشه تلفن هیچ وقت مکان واحد مجلس واحد حساب نمیخوره دیدی لبلگیش ازدواج کرده است در 9 سالگیش ازدلاف در 6 سالگیش ازدواج کرد نه که در خونه پدرش بود 9 سالگیش ده بعد انم 6 سالگی در نکاح کرده است ازدواج همون نکاح است در 9 سالگی به حضرت دیده خونه خودش آورد خلوت در 9 سالگیش دیگه انا همون خیلی ها بله همون شام که گفتن بین عصر شام پیش ای شام نکاح نمیشه نه که طلاق میشه آیدی در طلاق مجلس واحد در کار نیست در طلاق شاهی در کار نیست آیدی طلاق اگر نمی مردک در خونه خودش تو قشتگی باشه با همین آوازه که گوشی خودش میشنوه هم بگه میشوه حجت به شنیدن زنکم نیست برای همین هشتونه در سرتون گیره طلاق جدی هست همین آواز قطعی خودش میشنوه گفت طلاق میشوه تلفن قطعی هم که طلاق کرد طلاق میشوه فقط تلفن هم یه مشکلی داره اگر یک خونه سوخته گور سوخته به ایمان باشه همون مرده که دعوا کنه که نکدم دروغای در کذت کدش نمیشوه برای که آواز میشوه که مقصد دیگرگون کنم به همون شکلی همون کنم SMS هم میخیله نه که اگر تصدیق کنه که خودم کردم دیگه طلاق یا جای گم نیست لبه و نوران و هدن و رحمه پروردگارا ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت را ثواب این نعتهایی را که قاری و الحال با 1000 سوز و گدا سروده ثواب امر با معروف و نهی از منکر که الحمدلله در این محفل سنتی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردید ثواب این نان و طعام ها که اهل این منزل به خاطر خشنودی و رضای الله به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کرده‌اند اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار و روح آن حضرت را از امتی که وقتی خداوند صاحب فرزند شو میکنند به شکرگزاری نعمت الله به سپاس از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفل عقیقش برگزار میسازند شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت بابای امردین تفلک خوشبخت جان برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند با نصیب گردان بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمیع روح ارواحی که از صاحبای منزل امید دعا دارند خاصتا به روح مرحوم خوشبخت جان برادر امردین انشالله به خاطر احیای نام برادرش نام فرزند خوشبخت مانده است خداوند خوشبختی واقعیش گردان پروردگار رو طرز بزرگش کن که دیگر همو غم و اندوه و مصیبت از قلب بیبیش دور بگردان شادی و نشاطی پدر
خانواده بگرده فرزند خوب و صالح عالم و قاری و محب به کمالش برسان پروردگار و فیض برکات و خیرات خیش را هرگز از این منزل از این محفل از این محله از این دیار از خاندان برادرای دست به دعا برداشته من قطع نگردم ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک. با بلندتر ای فروش هم برادر سوال کرد که مقصد خیلی فروش میگم یک 2 ساعت وقت سحر رو بگم میرم میکنه کوشم میاد معلومات تو عبیدا گو وقت مجلس میشه تو بیگار رو رفت آمد دوران مقصد با گو هست کی مثال میگن انا سرلی یا کی تین مورچو هم خیلی چیزا مقصد این میگه که همسری ما کرود برو یا نبرو یا مقصد اجیاتی